آموزش حرفها با خسرو شیرین و بابای دانا. ببخشید من نخواستم خلل رسونم. تو چی نام داری؟ هیچ گپ نه. سلام، من شیرین. شش دارم که نامی خودم رو نویسم ولی حرفا رو هنوز خوب نمیدونم. تو چی نام داری؟ نامی من خسرو. خیلی عالی. سلام نبیره های عزیزم. من دیدم که شما میخواهید علم آموزید. من با شما الفبای تاجیکی را یاد میدهم. چی خیلی زور رفتم بابا جان. حرف او گیرد شکل است. مثل دایره. اکنون ببینید نبیره هایم. حرف او در اولی کلمه های بسیار هست. مثلا آفتابی درخشان و رو. آفرین نبیرگانم. امروز شما حرف او را خیلی خوب آموختید. خیر تو بوستی.